الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به یکی از سوالهای شما جواب میگردونیم. السلام علیکم. قطعی شوهرم جنجال شدیم. مرا 3 طلاق کردم. برو گم شو گفت. بعد قهرش پس شدن گپی زده‌اش را به گردن نگرفت. نه من این خیلی نگفتم. من نمیدونم گپی زده‌ام را گفته ایستاد. به یک دامولو زنگ زده همه‌اش را فهموند که زنم میگوید او را طلاق کردم. نه که من نمیدونم گپی زده‌ام به یادم نیست. دامولو گفت گپی زده‌ات در یادت نباشد، زنت شاهد نداشته باشد، طلاق حساب نمیخورد. آیا این درست است؟ شما چی میگویید؟ لطفاً جواب میدادید خوب میشد. خب سر اول دعا میکنیم که الله تعالی مشکلی شما را آسان کند. و سوالی که شما دادید سوال خیلی وزنین است خواهر عزیز. و همچنین بازم تاکید میکنیم هر نفری که بین زن و شوهر بحث و جدال میشود و بین آنها طلاق میشود، مسئله طلاق میشود، لطفاً با تلفن یا اینترنت این مسئله را حل نکنید. لطفاً به نزد یکی از اهل علم رفته همه نازکی هایش و چنانی که گذشته است زن و شوهر هر دو رفته مسئله را خوشرو بیان کنید و جواب عمیق و دقیق را گرفته بعداً آرام شوید. تا آن لحظه ای که همین کار را نکردید مسئله شما مبهم میماند. مسئله شما حل خودش را به پررگی نمییابد. بنابراین این مسئله را و این گفته ها را هر بار تاکید میکنیم و بازم تاکید میکنیم. مسئله طلاق مسئله خیلی مهم است. این حلال یا حرام بودن زندگی شما را حل و فصل میکند. شما با اینترنت یا از اینترنت جستجو نکنید، بله همچون معلومات های عمومی، همچون یک فتوای عمومی ما برای شما بیان میکنیم. اما شما هر یک انسان طلاق مسئله علاهیده است. یک عائله از یک عائله دیگر فرق میکند. پیش از این طلاق شد یا نشد یا چگونه بود، چه خیل بود. خب مسئله ای که این خواهر پرسیده ایستادند یک چند مسئله ها هست در این. یکمش این است که مسئله در مذهب ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه دو خیل می شود. حکم دو خیل می شود، قضاء و دیانتا. قضاء در نزد قاضی وقت زن و شوهر می روند، قاضی با دلیل شوهر را گوش می کند و دلیل زن را می بیند، هر دو طرف را می بیند و موافق دلیلی که آنها در دست دارند با همون حکم میکنند. این را در نزد قاضی میگویند. حکم در نزد قاضی. دویمش دیانتن است. حکمی که او بین خودش و بین الله، بنده بین خودش و بین الله، یعنی این حکم فرق میکند. این داملایی که برای شما جواب دادند حکم قضاء، حکم قاضی را بیان کردند. اما دیانتاً بین بنده و بین الله تعالی فرق میکند. وقت شوهر زن یقینا داند که شوهر او را طلاق داده است، 3 طلاق داده است یا 1 طلاق داده است، این مسئله 3 طلاقه باز یک مسئله دیگر است که ما در نوار روایت 3 طلاقه بیان کرده هستیم. میتوانید آن را از شبکه ما ببینید و تماشا کنید. خب وقتی زن یقینا داند که شوهرش او را طلاق داده است ولی در همون لحظه یگان شاهد نبود، نداشت شاهد، به نزد قاضی شاهد آورده نمیتواند و قاضی موافق شاهد یا دلیل میبیند. و همچنین باز یک مسئله دیگر است که چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند البینة علی من ادعا والیمین علی من انکر. چنانه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که دعوا میکند
وقتی زن دعوا کرده ایستاده است، دعوای طلاق اصل چی است؟ اصل آنها در نکاح هستند. وقتی میگوید که شوهرم مرا طلاق داد، او باید دلیل داشته باشد، شاهد، دو شاهدی با عدالت بیارد. اما در حالت طلاق نبود. در اینجا چی می شود؟ زن حق دارد که گوید که والیمین علی من انکر. خب تو انکار کرده ایستاده. شوهرش گفته ایستاده است که نه من نگفتم، من در یاد ندارم. باید قسم بخورد. طلب میکند که قسم بخور که شوهرم تو نگفتی. قاضی طلب میکند، میگوید که تو قسم بخور. تو وقتی انکار کرده ایستاده ای چیکار کن؟ قسم میخورد شوهر که من به نام الله قسم میخورم که همسرم را طلاق ندادم، طلاقش را ندادم. در این حالت اگر شوهر قسم بر دروغ بخورد گناهکار می شود. گناه کبیره است قسم غموس. بنابراین شوهر در این حالت بداند که یقینا وقتی همین چیز را طلاق را گفته است و اما میگوید که من نگفتم بر دروغ، شاید در نزد قاضی قاضی حکم میکند که نکاح شما درست است، شما نکاح دارید، نکاح شما بریده شدگی نیست. برای چی؟ برای اینکه زن دلیل ندارد. اما بین خودش و بین الله تعالی وقتی در نزد الله تعالی چی جواب میدهد؟ در حالی که نکاح آنها بریده شده است. خب اینجا شوهر یا دروغ گفته ایستاده است، یا اینکه باز یک مسئله دیگر که شوهر واقعا خیلی قهر و غضبش سخت شده است که واقعا آن چیزی که گفته است او را نفهمیده است، درک نکرده است. این هم باز یک مسئله علاوه دیگر است که ما یک ویدیو علاوه کرده هستیم که آیا طلاق نفری که در حالت قهر و غضب سخت همسرش را طلاق داده است، آیا طلاقش واقع می شود یا واقع نمی شود؟ می توانید شما ویدیو علاوه تماشا کنید در آمده. شوهر واقعا مثل چی می شود؟ مثل نفری که مدهوش است یا انسانی که از هوش رفته است و مانند همون می شود. کاری کرده اش و گپی گفته اش را نمی فهمد و نمی داند. این مسئله علاوه است. بنابراین خواهر عزیز و همچنین برادر عزیز، اگر یقینا دانید که طلاق شده است، طلاق را گفته است و این بین بنده و بین الله تعالی حساب می شود، گرچنده که در نزد قاضی که با دلیل ها حکم را می برارد زن در اینجا شاهد نداشته باشد، قاضی می گوید که نه، الاصل بقاء النکاح، اصل در شریعت باقی ماندن نکاح است تا آن لحظه که زن یگان دلیل یا شاهد قطعی نبیارد. بله، در نزد قاضی نکاح باقی میماند، اما بین شما و بین الله تعالی نکاح شما بریده شده است. بنابراین شما باید چیکار کنید؟ این مسئله رو جدی به نزد یک عالم رفته، عالم بتقوا، عالمی که در حقیقت از علوم شریعت و از علوم نکاح و طلاق خبر دارد، آن را حل و فصل کنید. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی حیات ما و شما را از پاش خوردن و از زندگی ما و شما را از ویران شدن و طلاق نگاه دارد و الله تعالی همیشه هم زن و هم مرد، زن و شوهر را به خیر موفق بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.